سلام دوستان، اومدیم با یه قسمت دیگه از منطقهای ماینکرافت پارت 2. اومدیم ببینیم که آیا گندم هم مثل تخم لاک بود چای خورده و جویه یا نه. ما توهم زدیم، پس میایم تست میکنیم. اگر رو سر گندم سند بریزیم میبینی که هیچ اتفاقی براش نمیفته و چای خورده. اصلا هر چیزی که تو این دنیا چای بخوره بسیار جویه. اینو میتونید برین از همه بپرسید. گرول میبینید که هیچ اتفاقی براش نمیفته. انویر این هم هیچ اتفاقی براش نمیفته. شاید به خودتون بگین که با این حجم از دریفتستون شاید بتونید یه کاری رو جلو ببرید و حداقل گندم رو دیگه تخریب کنید. و باید بگم در اشتباهی. هیچ اتفاقی برای گندم نمیافته، فقط کافی ما بپریم روش. مثل اینکه من چای نخوردم. چای تازه اثر کرد، ببخشید. ما اگه بخوایم تو ماینکرافت تخت بسازیم به این صورته که 3 تا وول در بالا میذاریم و 3 تا چوبو در پایین، اینجوری تخت بهمون میده. مثل این 3 تا چوب در پایین و 3 تا وول در بالا و همینجوری 2 تا تخت اینجا. ولی اگه ما بخوایم بریم و از یک ارتفاعی روی اینا بپریم میبینید که اگر روی اینا بپریم کاملا فال دمیج رو میخورید و اصلا اثری ندارن. رسما به اون میگن زکی. اصلا ما تخت نیستیم، ما اصلا متریال نیستیم. ولی اگه رو خود تخت بپرید تا حد امکان فال دمیجتون رو میگیره و کمتر دمیج میشه. حالا اگه بریم از هر فاصله رو بلاک اسلایم بپریم میبینید که من حتی بالاترم رفتم، هیچ دمیجی نمیخورید، هیچی، اصلا تأثیر نداره. ولی حالا اگه ما بخوایم بریم بپریم رو خود اسلایم، دیگه اون بلاک اسلایم که از خود اسلایم ساخته شده، یک گلدن اپل بخونم که نمیرم حداقل و میبینید که حتی شما رو دمیج میده. اصلا منطقهای زیبای ماینکرافت همیشه زبان زده خاص عامه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید که من چای بخرم. چای همیشه سبک زندگیه، اینو یادت باشه.